مقامات ناحیه نورآباد علیه آموزگاری که از لطوکوب شدنش شکایت داشت پرونده مأموری باز کردند. مهمجان رحمانوف پیشتر به رادیوی آزادی شکایت کرده بود که 8 می برادر یک خواننده او را زده است. دو منبع آگاه از قضیه 2 ایان به رادیوی آزادی گفتند نسبت آموزگار مهمجان رحمانوف بر اساس قسم 3 ماده 90 کدکس حقوق بیانکنی مأموری پرونده مأموری باز شده است. این بند قانون اجرا نکردن عهدهداری عاید به تعلیم و تربیت کودک از سوی کارمند مؤسسه تعلیمی یا استفاده بردن زورآوری را پیش بینی می‌کند. مقامات رسما شرح ندادند که چرا نسبت آموزگاری که از لطوکوب شدنش شکایت داشت باز پرونده باز شده است. منابع آگاه به رادیو آزادی گفتند آموزگار با آن متهم می شود که نسبت خواننده که برادرش آموزگار را زد گویا الفاظ قبیح استفاده برده باشد، ولی تا حال معلوم نیست که نسبت صاحبکار میرعلی آرزویف که به لطوکوب شدن آموزگار گمانبر است چه چاره اندیشیده شده است. رادیو آزادی برای پاسخ گرفتن به این سوال به حکومت ناحیه و شعبه معارف ناحیه نورآباد مراجعه کرد، اما در هر دو نهاد گفتند سنجش ادامه دارد. قرار بود دادگاه ناحیه نورآباد 1 ایان پرونده مأموری نسبت آموزگار را بررسی کند، اما با سبب در سفری کاری بودن معاون رئیس ناحیه و مدیر شعبه معارف مرافعه به روزهای بعدی گذاشته شد.